واردات خودروی کار کرده با عمر کمتر از 5 سال برای همه آزاد شد. تو چرا اینجوری شدی؟ تونستی ماشین بیاری؟ قصه‌اش درازه. من بودم بنز 900 BMW 500 تویوتا 600. آره اونا خیلی بودیم. کادیلاکمون هم بود. کادیلاک؟ کدوم کادیلاک؟ میشناسی؟ آره اما نه از اونا. آره که بریم واردات. تو نمیری به مکسر، ما اصلا تو نخش نبودیم. آره نه قانون مقررات دم گمرک اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، تهیه خدمات پس از فروش، منابع ارزی، حجم موتور، سن مجاز رو میز بود داشتیم میخوندیم. اولی رفتیم بالا به سلامتی وارد کننده نور شدیم. دومی رفتیم بالا به سلامتی ماشینای خارجی پاتیل شدیم. سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلیل نامرد قانون گذار شد. گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا. گفت به سلامتی تولید کنندگان داخلی. تو نمیری به مکسم خیلی طولب شدم. این ماده قانونی نه اون تفسیری نه تو جیب منابع عزیز آمندار. اومدم بیرون رفتم اومدم دیدم کسی نیست، همه خوابیدن. پریدم تو بورس اومدم دم مقررات بغل این اداره کل اومدم با این یک کارمند هیکل میزونه اینجوری زد تو سینم افتادم تو جوب. گفتم هتت. گفت احمد. یکی گذاشت تو گوشم. گفتم نامرد. دومیش زد از اولیش قایم‌تر زد. دستم تو جیبم برم و بیام چشام باز دیدم کلانتریم. حالا ما به همه گفتیم وارد کردیم، شما بگیم وارد کرده. آره خوبیت نداره واردین که. نه قفا